محمد بیا ما تو جدا بشیم. تو برای من وقت نداری، خط من نمیگردی. بیا هر کس باشه چنین کوپای خودش درست کنه. ای کسایی که صحنه‌های عشق و عاشقی و رابطه‌های حرام یک مرد و زن بیگانه را به نمایش می‌گذارید، از الله بترسید. به این مثل نوارهاتون چی را می‌خواهید برای مردم نشان دهید؟ نسل جوان از شما چی عبرت می‌گیرد؟ یعنی شما گفتنی هستی که یک مرد و زن بیگانه بی نکاح رابطه‌های حرام عاشقی داشته باشند، این برایشان حلال است. مگر همین طور نیست؟ شما را به خدا یگان مرد بیگانه با خواهر شما همین خل رابطه های حرام عاشقی داشته باشه براتون پسند است؟ باوری دارم اگر فهمی که خواهرت همین خل رابطه بینکاه داره، چشمای همو بچه را از سرش میکنی میگیری. شما بلاگرهای فاسد تخم زنا و فحشا را در جامعه کاریده. همین شما به حیایی را در جامعه پهن کرده و جوانا را به گناه کشیده. شما برادران و خواهران شیطان هستید، معاونان و مددگاران شیطان هستید. من شما را به عذاب دردناک از جانب الله میترسانم که اگر توبه نکرده به صورت بلا و مصیبت ها یا به صورت یک دردی به دوایی به سرتان نازل می شود. انتظار باشه.